نرى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. ای خالقی که خدایی را سزایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی، به عزت و جلال خود و به عظمت و جمال خود که دل ما را ضیاء خود ده و قلب ما را صفای خود ده و ما را آن ده که آن به و مگذار ما را به که و مه. یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمان ده. این بنده نداند که چه می باید خواست، داننده تویی هر آنچه خواهی آن ده. بسیار خرسند و خوشحالم از اینکه پروردگار عالم این توفیق افتخاری رو نصیب بنده حقیر پر از تقصیر فرمود تا برای نخستین بار در جمع شما مردم معزز و محترم و مرزنشین شهر بیشین شرف حضور پیدا کنم و از نزدیک با جوانان عزیز، پدرای بزرگوار و علمای اعلام دیدار و گفتگوی داشته باشم. خدای پاک رو بر این فضل و احسانش قدردان و سپاسگزارم. حقیقتاً آمدن ما به این شهر شما جزو برنامه‌های ما نبود. ما برای برگزاری عروسی‌های اسلامی چند روز هست و جلسات اسلامی که وارد بلوچستان شدیم، قرار ما در واقع 3 شب بوده که در بلوچستان باشیم و بلوچستان رو به مقصد هرمزگان ترک کنیم، اما هنوز 5 شب و 6 شب است که می‌گذرد و بلوچستان است که ما رو رها نمی‌کند. خستگی سفر از یک طرف و سخنرانی‌های پیاپی و پشت سر همدیگر و متراکم از طرف دیگر باعث شده بود که دعوت عزیزان رو نپذیریم، اما 2 دلیل قاطعتر و مهمتر ما رو بران داشت تا ادامه سفر رو لغو نموده و برای حداقل ساعتی در خدمت جوانان این شهر باشیم. اولین دلیل استماع و خبر حضور عالم بزرگوار یادگار سعدی بلوچستان حضرت مولانا عبدالله روانبد رحمت الله علیه، حضرت مفتی نظام الدین حفظه الله، که بنده به شدت علاقه فراوانی برای زیارت این بزرگوار داشتم. باور کنید که دیشب که متوجه شدم این عزیز بزرگوار در این شهر حضور دارند، گفتم پس به بهانه حضور در چنین جمعی حضرت استاد رو هم ملاقات خواهیم کرد. و دلیل دوم
علاقه جوانان، حضور جوانان، تشریف فرمایی جوانان شهر شما، تعدادی در مجلس دیشب شهر راسک و دعوت قاطع و بسیار مصمم که ما شرمنده شدیم حقیقتا در خدمت اون عزیزان. به هر حال این سفر رو آسان کرد و اینک در خدمت شما هستیم، اگرچه که اونطوری که از حنجره من هم مشخصه نای سخن گفتن رو ندارم، اما به هر حال امیدوارم خدای متعال این انرژی رو و این توان و نیرو و قدرت رو در اختیار بنده قرار بده تا بتوانم دقایقی با جوانان عزیز هم سن و سالای خودم حرفی بر مراد دل بگوییم. به قول اقبال بیا ای هم نفس با هم بنالیم، من و تو کشته شأن جمالیم، دو حرفی بر مراد دل بگوییم، به پای خواجه چشمان را بمالیم. درود شریف بخوانید انشاءالله. باور بفرمایید ما وقتی برای مطالعه و یا آمادگی برای ایراد سخنرانی نداشته و نداریم. از شهر راست که راه افتادم مطالبی رو یادداشت کردم، پیرامون علامتهای قیامت و نشانه های آخر الزمان. تا 10 دقیقه یک رو پیش موضوع من اون بود که ناخودآگاه یکی از برادران فرمودن که حضور جوانان در این جمع بسیار پرشوره که الحمدلله هم هست. ناگهانی موضوع در ذهن من عوض شد و گفتیم پیرامون عوامل دینگریزی جوانان صحبت کنیم. مطلب اونچنانی هم تو ذهن من نیست، اما واقعیت اینه که امروز جوانان اهل سنت، جوانان مسلمان از اون جایی که قشر آسیب پذیری است و دارای انرژی ها و پتانسیل های بسیار والایی است و از طرفی دیگر آسیب پذیری این قشر عظیم درصد بسیار بالایی برخوردار است و از طرفی دیگر دشمنان این جوانان، اعدا و بدخواهان این قشر عظیم همواره در تلاشن و مترصدن و پشت سنگرهای فکری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نشستن و اهرم‌های بزرگ و فریبنده رو تدارک دیدن تا بتوانند این قشر بزرگ و بالنده و توفنده و زنده رو از پای در بیارند. ما باید بسیار هوشیار باشیم و به جوانان ما این خبر رو برسانیم و این عوامل رو معرفی بکنیم تا جوان ما هرگز به دام ترفندها و مکائد و اهرم‌های فریبنده دشمنان اسلام و دشمنان جوانان نیفتند و انشاءالله به راحتی بتوانند همه موانع، همه صدهای فولادین، همه پروژه ها، همه تصمیمات اونها را نقش برآب کنند و پوزه دشمنان اسلام را و برنامه ریزان را به خاک بکشند انشاءالله. جوانان عزیز، پدرای بزرگوار، ما با پدرها حرف اونچنانی نداریم. چرا؟ چون که اونها باید در مقام نصیحت بنشینند و بر اریکه موعظه جلوس بفرمایند و ما رو نصیحت بکنند، ولی صحبت ما از جواناست. به قول اقبال من که نومیدم ز پیران کهن، دارم از روزی که می آید سخن، بر جوانان سهل کن حرف مرا، بهرشان پایاب کن ژرف مرا. نوجوانی را که بینم بی ادب، روز من تاریک می گردد چو شب، تاب و تب در سینه افزاید مرا، یاد عهد مصطفی آید مرا.
نوجوانان تشنه لب خالی ایام، شست رو تاریک جان روشن دماغ، کم نگاه و بی یقین و ناامید. جوون ما این طوریست. به همین خاطر معذرت میخوام از محضر پدرای بزرگوار که من باید مرتب با جوانها صحبت کنم. جوانان عزیز، پدرایی که جوان داری، عزیزانی که در جامعه ما امروز قشر جوان به عنوان یک قشر عظیم و بالنده وجود داره، چرا امروز جوان ما نسبت به دین و مسائل مذهبی خودش توجهی نداره؟ چرا امروز منابع فساد، امروز اماکن فتنه، امروز مراکز فساد اخلاقی از حضور جوانان، از تلاش جوانان، از حرکت جوانان موج میزند، اما مساجد، پایگاه‌های دینی، عرصه‌های مذهبی، اماکن مقدس از حضور جوانان تهی و خالی و عاری است و حضور سبز جوانان کم رنگ به نظر می رسد. علت کجاست؟ درد چیست و درمانش چگونه است؟ چرا ما در طول تاریخ علمبرداران و پیش قراولان و تشکیل دهندگان خط مقدم همه جبهه ها و عرصه های مذهبی، سیاسی و نظامی رو در صدر اسلام حضور پرشور جوانان رو می‌دانستیم و به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و سلم یکی از بزرگترین عوامل رشد و استحکام و ترقی اسلام در صدر اسلام حضور جوانان، شرکت جوانان، حمایت جوانان، حمیت جوانان، غیرت جوانان، شهامت جوانان، فتوت جوانان، مروت جوانان و جوانمردی این قشر عظیم بود. پس چرا اون قشر امروز خودشون رو رها کردن؟ چرا از اسلام بیگانه شدن؟ چرا داعیان فساد به زودی میتونن جوان ما رو جذب کنن، اما اسلام اون توانایی خودش رو امروز از دست داده است؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست. جوانان عزیز، من مطمئنم حضور شما و تشریف فرمایی شما دل بر اینه که شما از این جوانانی که از دین میگریزن نیستید، اما یه وظیفه دارید و اون این که باید الا لیبلغ الشاهد منکم الغائب. جوان مسلمان نباید راحت بنشینه. در صدر اسلام هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعلان به جهاد میکردن که یکی از خدمات شایسته و ارزان، یکی از خدمات بزرگ و یکی از عرصه‌های بسیار مهم برای اعلای کلمت الله عرصه جهاد بود. حضور جوانان تو این عرصه ها چشمگیر بودن. پیامبر حتی از حضور بعضی از جوانان جلوگیری و ممانعت به عمل می آوردن، اما علاقه اونها، عشق اونها، اشتیاق اونها به طرف دین اونها را آرام نمی گذاشت و از حس نیستشون می گذاشتن و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمدن تا اونها را در این عرصه و در جهاد اونها را ثبت نام کنند. در غزوه احد هنگامی که حی علی الجهاد داده شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم سفارایی نمودند. دو تا جوان کوچولو به نام سمره ابن جندب و رافع ابن خدیج یا خدیج آمد تو عرصه و ثبت نام کردند. پیامبر که صفحه رو داشتن راست میکردن و استراتژی جنگی رو دقیقا زیر نظر داشتن، ناگهان چشمش به این دوتا بچه خردسال افتاد که هنوز به سن بلوغ و تکلیف نرسیده بودن و خودشون داوطلبانه در عرصه و در میدان حضور پیدا کرده بودن. رسول خدا آمد دست اینو هم گرفت، از صف کشید کنار، دست اونو هم کشید، جفت اینها رو از صحنه کارزار به بیرون راهنمایی و هدایت کرد. هرچه پیش پیغمبر زاری کردن، تضرع کردن، آن حضرت نپذیرفت. ناامید نشدن. رافع ابن خدیج مستقیما صحنه رو ترک و پیش باباش رفت. بابا زد زیر زجه و گریه و ناله و فقار و شیون. بابا چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چی میخوای؟ دنیا میخوای به پات بریزم؟
اقتصاد میخوای جلو پات با قدمات نثار کنم، سواری خوب میخوای، لباس مرفه میخوای، خانه چند طبقه میخوای، ویلای میخوای، چی میخوای بگو؟ نه بابا، هیچ کدوم از اینها نمیتونه این خلأ معنوی منو پر کنه. من دیوانه شدم، دیوانه خدا، من عاشق دیدار ربم، من به دیدار مولا مشتاقم، اما رسول الله منو برگردونده. بابا برو پیش رسول الله و بگو فرزندم تیراندازه و میخواد تو جهاد شرکت بکنه، در عرصه کارزار حضور داشته باشه، در این میدان شهید بشه و روز قیامت که همه بچه ها با باهاشون بلند میشن، با مالشون بلند میشن، حضرت رافع ابن خدیج با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند بشن. سبحان الله. خوب گوش بدید جوونا، حضرت رافع ابن خدیج باباشو راضی میکنه، میاد پی محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سفارششو میکنه. پیامبر اینجاست. ان ابنی رامیا، یا رسول الله پسرم تیراندازه، محاله که تیرش به خطا بره، بگذارید هدف هر جا که دلتون میخواد. پیامبر هدفو گذاشتن، ماشه رو چکوند و مستقیما قلب هدفو نشانه گرفت. پیامبر فرمود بفرما تو عرصه جهاد شرکت کن. خبر به سمره رسید که هم سن و سالش بود، چرا من عقب بمونم؟ رفت پیش باباش و اونو شفیع قرار داد که بابا پیامبر رافع رو اجازه داده، در حالی که زور من و قوت من و انرژی مدش بیشتره، اگر باور پیغمبر نمیشه حاضرم کشتی بدم. میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکنه. این ابطال عقیده و ایمان، این کوچکان بزرگ جهان اسلام و اون کسانی که محمد رسول الله با وجود اونها به خودش میبالد و مینازد. پیامبر یا رسول الله رافع رو اجازه دادی در حالی که زور من بیشتره، اگر باور ندارید کشتی میگیرم. پیامبر صفحه رو شکوند. کشتیگیری، مسابقه، رقابت برای گرفتن جام جهانی نه، برای به گردن انداختن مدال طلا خیر، برای رسیدن به صلیب و به بزرگترین عرصه خدمت شما جایزه های بزرگ و گرفتن کمپانوی های عظیم هرگز. مسابقه کشتیگیری است. داوری و داورش داور آمریکایی بریتانیایی نه، به داوری شخص محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و جایزه شرکت در جهاد و نهایتا رسیدن به خدا و جنت الفردوس. کشتی میگیرن با همدیگر. سمره همونطور که ادعاش میشد ناگهان رافع رو بلند کرد سر دستاش، گفت یا رسول الله، رافع را به زمین بکوبم یا ویزای جنت رو میدی به من؟ رسول الله فرمود نه، نزنش، بذار روی زمین بلند شه، بیاد جوانا تا من پیشانی جفت شما رو ببوسم و روز قیامت من به شما افتخار بکنم. هر کسی با کسی میاد، شما جوانا با محمد رسول الله میاد، من به شما افتخار میکنم. آیا امروز در میان ما چون این جوانانی برات مردانی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود اونها افتخار بکنه؟ نه، وجود نداره. امروز خیلی کمن، انگوش شمارن. اون جوانها جهت رشد و ترقی و استحکام و نمو و عظمت و شوکت اسلام همه چیزشون رو فدا میکردن، ولی امروز جوان ما به طرف مسجد میاد پاش لنگ میزنه. علتش چیه؟ دلیلش چیست؟ اینم جوانه، اونم جوون، اینم در بهار عمرش زندگی میکند و اون هم از بهار عمرش استفاده میکرد. یک دوتا نیست، هرچه مثال بزنم کمه، ولی نمیخوام اینقدر به مثال ها بیفتم. تاریخ رو مطالعه بکنید. 5 دلیل رو از عوامل دینگریزی جوانان در عصر حاضر میدونم. البته عوامل به این 5 تا مختصر نمیشه، خیلی است، ولی این 5 تا رو من مثال میزنم خیلی سریع. اولیش عدم آشنایی جوان مسلمان با اسلام و قرآن و صحابه است. امروز جوان ما با اینترنت ماشاءالله استاد و لیسانس کامپیوتر داره،
امروز جوان ما در عرصه مهندسی، در عرصه پزشکی، در عرصه سیاستمداری، علوم سیاسی، علوم روز ید طولایی داره و مدارک بسیار مهمی رو هم کسب کرده و کرسی‌های عظیمی رو هم احراز کرده. اما واقعیت این است که جوان ما امروز با اسلام آشنایی ندارد، با صحابه آشنایی نداره. آشنایی به این معنا آشنایی شناسنامه‌ای رو نمیخوایم که بگیم بله عمر پسر خطاب، اسم مادرش حنتمه، اسم بچهش فلان. این آدرس شناسنامه‌ای و مشخصات و شناخت شناسنامه‌ای به درد نمیخوره، گرچه که واجبه و لازمه. شناخت دقیق، ارتباط عمیق و محبت وثیق نسبت به آیین اسلام مهمه. امروز بچه‌های مسیحیت دین خرافی و بدعی خودشون رو با تمامی ابزارها و وسایل داره به دنیا معرفی میکند. اون موقع جوان مسلمان فوق لیسانس ریاضی هنوز نمیتونه قرآن رو از رو بخواند. آیا این جای ننگ نیست؟ بچه ما قرآن رو از رو بلد نیست، جوان ما قرآن رو از رو بلد نیست بخونه. تازه 5 تا جلدش هم کرده تو خانه گذاشته و هنگامی که عقد بسته میشه یک جلد کلام الله مجید رو به عنوان مهریه میذارن، یک شاخ نبات، یک جلد کلام الله مجید. آشنایی با قرآن نیست، آشنایی با صحابه نیست. عمر فاروق رو شناسنامه‌ای میشناسیم، نه حقیقی و واقعی. تئوری میشناسیم نه عملی. شعاری میشناسیم نه شعوری. و تا زمانی که این شناخت نباشه محاله که بتونیم ما قله‌های عزت و کرامت و شرافت و مجد و بزرگی رو کسب کنیم. منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه رحمان، منم برنامه انسان. من آن بحر خطا شویم مگر موجم نمی بینی، من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی. رها ورده شب قدرم چرا قدرم نمیدانی، پیام رحمت آوردم چرا آخر نمیخوانی. چرا نمیخونی؟ چرا بلند نمیشه برای تحقیق و مطالعه؟ چرا بلند نمیشه ابوبکر صدیق رو بشناسی؟ چرا نمیخوای رشادت ها و تازه چه انتظارات بزرگی هم داریم که خدا چرا عمر رو نمیفرسته؟ های جوان اگر منتظر اینی که خدا از آسمان برات عمر کادو کنه بفرسته، محاله. خدا عمرش رو فرستاد، محمد رو فرستاد، ابوبکر رو فرستاد و دین رو به من و شما رسوندن. امروز وظیفه من و توست که عمر گونه زندگی کنی. وظیفه من و توست که سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در زندگی خودمون پیاده کنیم. اگر ما بریم مطالعه بکنیم که فیلم ها رو نگاه کنه، که با CD ها ور بره، که با ابرو و با نمیدونم زیر ابرو برداشتن و با ریش و با سر ور بره، که با پاسور و با ورق ور برن و چه کسی با چت و اینترنت. واقعیت اینه از همه چیز افتادیم. جوان ما امروز خوشگیری و شهامت خودش رو فقط به جست گرفتن و به مد گرفتن و به طریق راه رفتن و طریق نشستن خلاصه کرده و بس. چه جوابی داریم بدیم؟ انجیل رو به چندین زمان ترجمه کردند ولی جوانهای ما امروز قرآن رو بلد نیستن. حدیث که هیچ، صحیح بخاری رو تلفظ نمیتونن بکنن، بخارا میگن و یا فکر میکنن این بخاری که مردم تو زمستونا روشن میکنن فکر میکنن این بخاری هست. امام ابو حنیفه رو نمیشناسن، فقط میشنیدن که ابو حنیفه است. خبر نداره که اینها چه زحمت‌هایی رو متقبل شدن تا تونستن این دین رو به من و شما برسونن. چه تلاش‌ها، چه خون دل‌ها، چه جان نثاری‌ها و چه رشادت‌ها و چه حماس آفرینی‌ها. بریم
بریم شما رو به خدا اگر تو اینترنت هم میرید برید مفاهیم اسلام رو بیارید، مفاهیم قرآن رو بیاموزیم. امروز تمام دنیا دارن از قرآن استفاده میکنن، حتی غربی ها از آهنگ پاپ تا اسلام ناب رو برید مطالعه بکنید. جوانای غربی دارن تون مسلمان میشن. خانم مونیکا کلارک داره توی دنیای غرب مسلمان میشه، به حاضر جان و مال و فرزندش همه رو فدا بکنه. وقتی قاضی او رو میگه که باید یا از بچه‌ات بگذری یا از محمد، یا از شوهرت بد بگذری یا از محمد، از خانوادت بد بگذری یا از محمد، یه لحظه فکر میکنه و جواب میده تمام جان و مال و فرزندم فدای یک تار موی رسول الله. تکبیر. این داره صحبت خبیب رو تکرار میکنه. خبیب هم همینو گفت، نه؟ گفت بگو به جام محمد باشه آزادی، فقط بگو به جام کاش محمد میبود. این خانم مونیکا کلارک حرف خبیب عصر پیغمبر رو تکرار کرد. اون گفت فلست ابالی حین اقتل مسلما على ای جنب کان فی الله مسرعی و ذلك فی ذات الاله و این یشاء یبارک فی اوصال شلو ممزعی. تکه تکه شدنم چون که برای الله است و برای رسیدن به اسلام است و برای رشد و استحکام اسلامه، پروایی ندارم. خانم مونیکا کلارک هم این حرف میزنه، ولی جوان ما امروز تا 2 تا تبلیغات از طرف مسیحیت میشه، میگه بابا مسیحیت رو نگاه بکن چی شده. تو از مذاهب دیگر 2 تا دلیل قاطع میبینه، جوان ما هیچی نداره بگه. چرا؟ امروز اگر کسی به ابوبکر صدیق انتقاد کنه و یا اهانت کنه، جوون ما نمیتونه دفاع بکنه، مجبور با ضرب فیزیکی وارد عرصه میدان بشه، چون که از منطق، از استدلال، از صدق ابوبکر، از عدالت عمر، از حیای عثمان و از شجاعت علی دیگه خبر نداره. مسلمان شناسنامه‌ای شدیم. و اون حضرت علی رضی الله عنه در حدیث میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که بر مردم زمان میاد که از اسلام فقط اسمش و از قرآن فقط رسم الخطش باقی میموند و امروز همون زمان شده. روز قیامت از ما سوال خواهد شد، آی جوان، از این دوران بهار عمر از من تو سوال خواهد شد که در چه راهی گذراندی. اولین عامل دینگریزی عدم آشنایی با اسلامه. دومین عامل توجه به مظاهر دنیوی و نقش و نگار دنیا. این دیگه استثناء نگذاشته، همه رو در بر گرفته. از ملا و مولوی بگیر، از حاجی صاحب برو بیرون شو. هر کس فکرش فقط این شده که از صبح علی طلوع بلند بشه دنبال مال و دنیا، کسب، عینک حسادت رو به چشم زده و بر کرسی رقابت نشسته و یک سر دنبال عداوت که فلانی چقدر پیشرفت کرده، چقدر پول پسنداز کرده، چند تا ویلا و ساختمان درست کرده، چه ماشینی زیر پاشه و چطور مد میپوشه، چند تا زن داره و چند تا خونه، و من در کجا این قضیه قرار دارم؟ چه بندی دل در این دنیا که چندین روز مهمانی، چون آگه مرگ پیش آید خوری آن دم پشیمانی. های جوان، کو حشمت سلیمان، کو سهولت اسکندر، کو بام و قصر و قیصر، کو حکم کامرانی، کو خاتم رسولان، سر دفتر قبولان، کو ثبت و نسخ قرآن، کو وحی آسمانی، مادر کجا پدر کو، دختر چی شد پسر کو، چندین هزار سر کو، آخر تو آنچنانی. قافله رفتند و ما هم می رویم. سال گذشته چند تا جوان تو مجلس شما بودن که امسال نیستن؟ بله، سلطان ذوالقرنین یکی از پادشاهانی بود که بر کل کره خاکی حکومت کرد. آمد تو یکی از مناطق، دید مردم تو حیاتشون یه قبر کندن، هر حیات یه قبر. گفت این قبر مال چیه؟ گفت ما روزانه حداقل 1 بار 2 بار تو این قبر دراز میکشیم تا مبادا منزل فانی ما رو از سرای باقی ما غافل بکنه. و امروز جوان ما
اصلا فکر میکنه نمیمونیه، مرگ وجود نداره، مرگ مال پیرمرداست، مال مریضاست، مال تصادفیاست. نه، با خدا نیست. بیماری ها یکی نیست. طرف صحیح و سالم هفته گذشته ناگهان اسرائیل میاد قلبشو میگیره، به بیمارستان سر نمیکنه، جنازهشو برمیگردونن. چرا اینقدر فریفته دنیا شدیم؟ چقدر اینقدر محبت دنیا ما رو از خدا غافل کرده؟ ای دوست، از محبت دنیا کنار شو، از این گذر به درگاه پروردگار شو. عمرت کثیر نیست و غافل چرا شدی؟ ناگه اجل در آید و گوید سوار شو. یکی از بزرگواران به نام بهلول، یکی از اولیای خداست، میاد ببینه چند تا بچه و جوون دارن با هم بازی میکنن. یه بچه کنار نشسته و گریه میکنن. گفت جوان تو چرا گریه نمیکنی؟ تو چرا بازی نمیکنی و میگریی؟ چرا با بچه ها بازی نمی کنی؟ گفت آی بهلول، خدا منو برای بازی کردن نیافریده، خدا منو به دنیا نیاورده که بازی کنم. گفت بابا تو هنوز بچه‌ای، جوانی، تو هنوز به سنی نرسیدی که گناه و معصیت بکنی. گفت نه، وقتی تو بخوای آتش رو روشن بکنی باید اول چوبه های کوچک رو آتش بذاری تا آتش روشن بشه، بعد چوبه های بزرگ رو میذاری آتش شعله‌ور بشه. من میترسم روز قیامت خدا من بچه کوچک رو اول تو آتش بندازه. وقودها الناس والحجاره، اون آتشی که هیزمش انسان هاست، جوون هاست، پیرمرداست، پدراست، مادراست. نکنیم ما هم وقود و هیزم جهنم قرار بگیریم. این یه جوانی بچه است، یه لحظه حاضر نیست بازی بکنه، ولی امروز جوان ما به خاطر بازیش حاضر نمیشه که به نماز بیاد. و تازه اسمش محمد و احمد و مصطفی و مجتبی و مرتضی است. و بازه چه ادعاهایی هم داره که با دو رکعت نماز که در ماه میخونه خدا آمریکا و نمیدونم کاخ سفید رو ویران بکنه بندازه در زبالدان تاریخ. اینقدر نباید ما علاقه نمیگم کسی دنبال دنیا نره، نه، کسی نگفته که شما دنیا کسب نکنید، خیر. اقبال میگه من نگویم در گذر از کاخ و کوی، دولت توست این جهان رنگ و بوی. دانه دانه گوهر از خاکش بگیر، خاک چون گوهر ز افلاکش بگیر. ولی دل به رنگ و بوی و کاخ و کو مده، دل حریم اوست جز با او مده. ای که میگویی متاع ما ز ماست، مرد نادان این همه ملک خداست. عرض حق را عرض خود دانی بگو، چیز شرح آیه لا تفسدو. ابن آدم دل به ابلیسی نهاد، من ز ابلیسی ندیدم جز فساد. کس امانت را به کار خود نبرد، ای خوشان کو ملک حق با حق سپرد. بنده چیزی که از آن تو نیست، خدا خیر به اقبال، برده چیزی که از آن تو نیست. داغم از کاری که شایان تو نیست. عرض یزدان را ملک یزدان را به یزدان بازده، تازه کار خیش بگشایی گره. در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی دست ماست. مال توست، جمع میکنیم از حلال و از حرام و بدو تازه میخوام استفاده بکنیم ملک الموت میاد مچ دست رو میگیره میگه جمع کردی مال دنیا، توق شد بر گردنت، زنده ها را مرده ها را زنده کردی، آفرین بر مردنت. بچه ها رو سیر کردی، حالا خودت میری تو جهنم، برو گم شو. یه پیرمرد ملای 70-80 ساله اومده خونه، مشکل دارم فلانی. گفتم بفرما چیه؟ گفت اینقدر زمین دارم، اینقدر مال دارم، از همه راه به دست آوردم، حالا میخوام یه کاری بکنم که به پسرام ارث برسه، دخترام دیگه نتونن از این مال بردارن چون که دامادای خوبی ندارم. یه حیله راه شرعی وجود نداره؟
گفتم تو به خدا یقین داری؟ تو داری وصیت میکنی به اصطلاح؟ تو داری به جهان آخرت داری میری؟ بیچاره تو دیگه چیکار؟ تا همه قد که حرام و حلال جمع کردی بسه، بذار برو. چی شدیم ما؟ دنبال حیله میگرده که دختراشو محروم بکنه. جوونی پدری آمد نماز جمعه، ثروتمند بود تو شهر مشهد. گفت فلانی. گفتم چیه؟ گفت میخوام مالمو تو حیاتم و زندگیم تقسیم کنم بین بچه‌هام. بچه‌هاشو صدا کرد، دختراشو آمدن. 2 تا مغازه داشت. گفتم یه مغازه مال پسر بزرگت، یکی مال کوچیکه. زمینه‌هایی که در فلان جا دارید اونها مال دخترات. گفت یه خونه دارم مال خودم باشه تا روزی که زنده ام تو خونم بشینم، بعد اینکه مردم مال بچه‌هام باشه. پسر بزرگه گفت نه جناب مولوی، خونه رم تقسیم کن. این قصه نیست، با چشم خودم دیدم با چشم خودم. جناب مولوی خونه رو هم تقسیم کن. گفتم بابا پیرمرد بیچاره اینقدر هر مغازش حداقل بالای 50 میلیون میارزه. بالا. انسان خدا نکنه گرسنه بشه، خدا نکنه خدا تو قلب نباشه. لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لادعا وادیا ولن یملأ ما فاه الا التراب. اگر برای فرزند آدم تمام کره خاکی که هیچه یک دره پر از طلا بدن، لادعا وادیا، میگه خدایا 2 تا بده. و دهان آدمی رو غیر از خاک دیگه چیزی نمیتونه پر بکنه. وقتی که خاک آمد تو دهانش مرد، ما دیگه بسه دیگه نمیخوایم. پیرمرد میگفت خونه رو نمیدم. میگفت باید بدی، برات خانه کرایه و اجاره میکنم. گفت من خانه خودمو بفروشم. گفتم های جوان چی داری میگی؟ این هنوز ارث نیست، ارث بعد از مرگ پدره. این داره احسان میکنه، بذل میکنه. زد و تو قبل از بابات مردی چه؟ گفت شگون نزن، من جوونم، وقت مرگم فرا رسیده، این بابامه که باید فردا پس فردا بمیره. روز پنجشنبه بود اردیبهشت ماه. روز جمعه فرداش دیگه من تقسیم نکردم، گفتم برید بیرون هر کاری که میخواد بکنید. روز جمعه باباش زنگ زد گریه کرد. گفتم چیه؟ گفت پسری که دیروز باهات داشت مناظره میکرد الان جنازه رو دستم افتاده. تو بچه‌مو به دعایی کردی. گفتم من چه کار دارم؟ گفت تو دیروز گفتی زد و این قبل از باباش مرد، یه چیزی فهمیدی؟ گفتم نه خدا قسم، من عالم الغیب نیستم، من میخواستم اونو تفهیم کنم. به مغازه نرسید، به خانه نرسید، به آرزوهای خیالی و تصورات باطل نرسید که هیچ. خدا و رسول و باباشو هم ناراض کرد و رفت. چه درد میخوری این دنیا؟ جمع میکنی، نه حق خدا رو میدی، نه حق رسولش رو میدی، نه حق بندگان خدا رو میدیم. فقط جمع کن جمع کن جمع کن. و روز قیامت شجاع اقرع قرار بگیره، همچون اژدهای مالی که زکاتش ادا نشه میاد بر صاحب خودشو. یوم تکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم. روز قیامت این مال بلند میشه و داغ میکنه پیشانیشون رو، پشتشون رو، پهلوهاشون رو، این شطور، این ساختمون، این ماشین آخرین سیستم. اینها رو کی داده جوان؟ مادرزادی داشتی؟ خدا داده و خدا هم میتونه بگیره. یه لحظه زلزله بیاد همه از اون گرفته شده. چرا اینقدر به دنیایی که ارزش یک پر پشی رو هم نداره، لو کان دنیا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقا منها کافر شربت ماء، او کما قال علیه الصلاه و السلام. اگر دنیا نزد خدا به اندازه پر پشیزی ارزش می داشت، یک کافر روی قطره آب نمیداد خدا. ولی امروز مال دنیا رو جمع میکنه طرف. حضرت ثعلبه ابن حاطب آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله من یه خواسته دارم. گفت چی؟ گفت دعا کن که پولدار بشم. گفت میخوای پولدار بشی که چی بشی؟ مال دنیا باعث زدن انسان از خدا میشه. گفت نه، من میخوام با این پولم در راه خدا صدقه بکنم، مساجد آباد بکنم، به حوزه علمی کمک کنم، در راه جهاد. رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کرد، گفت خدای مالشو زیاد کن. مالش زیاد شد، همیشه 5 وقت نماز که تهجداش می اومد مسجد. کم کم دید پیغمبر که در هر شبانه روز 2 رکعت 2 وعده به نماز میاد.
هفته گذشت، ماه گذشت، دید فقط جمعه ها میاد، کم کم فقط عیدین میامد، کم کم دیگه مالش زیاد شد، تو مدینه جای نگرفت، رفت بیرون شهر مدینه، دیگه عیدها هم به مسجد نمیامد. پیامبر سوال کرد کو ثعلبه کجاست؟ گفت مالش زیاد شد یا رسول الله که حتی وقت سر خاروندنم نداره. اینایی که پولدار میشن وقت نمیکنن سرشونو بخارونن، وقت نمیکنن که یک لحظه فکر کنن، یک لحظه تصمیم بگیرن، یه لحظه کنار زن و بچه‌شون باشن، همش در مسافرت، همش در تجارت. آقا به خدا مغازه، ماشین، مبلمان، خانه، ویلا، اینها وسایل راحتی هستند، نه خود راحتی. اکثر این پولدارا آرامش ندارن، خواب به چشمانشون نمیاد. رفت آخر پیغمبر فرستاد یکی رو، گفت برید از این زکات مالشو بگیرید، مالشو حلال کنید. آمدن سفرای رسول الله صلی الله علیه و سلم که حاتب زکات مال تو بده. گفت دیگه زکات دیگه چیه؟ سبحان الله، ان الانسان کفورا، انسان خیلی زود ناسپاس میشه. گفت تاوون میگیرید، مالیات میگیرید، زکات دیگه چه سیله‌ای است؟ پیامبر ما رو فرستاده، به پیامبر چه مربوط؟ این مال خودمه، من خودم کسب کردم، تجارت کردم. آقا اختیار مالمو ندارم یا ندارم؟ نمیخوام. صحابه برگشتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت دیگه از این مال نگیرید، به دردش نمیخوره. آیه قرآن نازل شد که آیه الان تو ذهنم نیست. آیه نازل شد که یکی از مسلمانان رو میبینی که مال نداره، دعا میکنه خدا بهش مال میده، حالا زکاتشو نمیده. این آیه که نازل شد که خبر بهش برد، آمد چندین گوسفند پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، یا رسول الله زکات مالم آوردم. پیامبر صورتشو برگردون گفت برو گم شو با مالت، این مالتو نمیخوام. بعد از وفات رسول الله در زمان ابوبکر صدیق، عمر فاروق مالش آورد، زکاتش آوردن. اونها گفتن پیغمبر قبول نکرده، ما هم از تو نمیپذیریم، تا اینکه عذاب و بلایی آمد او را با مالش برداشت و برد، نه خودش به دردش خورد و نه مالش. امروز ما هم اینطوریم، نه؟ وقتی که تو سختی قرار میگیریم دعا میکنیم خدایا پول بده، مال باشه، برگ هزاری باشه، میدم در راه خدا، انفاق میکنم. وقتی پولدار میشه دیگه میگه اگر 1000 تومان بدم گویا قلبمو دادم. میگن یک زمانی لطیفه هست، یه بنده خدایی درخت نخل که تو منطقه شما خیلی زیاده، رو درخت نخل میرفت بالا با سند، میرفت بالا که اونجا خرما بچینه. اون طناب دور کمرش پاره شد، خودش بالا موند. ناگهان نگاه کرد چقدر از زمین فاصله دارم، دیگه مرگم قطعی است، مردم، نه خرما به دردم خورد، نه زن و بچه، به هیچم نرسیدم، جونم همین بالا دادم. خیلیا، من تو بلوچستان بودم، 5 سال بودم، از روی درخت افتادن مردن، ما خدا تو جنازه شرکت داشتیم. همون بالا نظر کرد، گفت خدایا اگر من به سلامتی آمدم پایین، 6 من یا 6 کیلو روغن ملکی، روغن زرد، روغن ملکی میگه دیگه، در راه تو خیرات میکنم. کیلوی 10,000 تومان، چه خبره 60-70,000 تومان اون زمان. آمد پایین مقداری به زمین که نزدیکتر شد، فکر کرد 6 من خیلی زیاده، گفت خدایا هم 4 منم بدم دیگه کافی خواهد بود. آمد پایین و پایینتر، دید که به زمین داره نزدیک میشه، گفت خدایا 4 منم زیاده به نظر من، در حد توان من خداییش 2 کیلو دیگه بیشتر نیست، 10 تا 15 تا بچه دارم. خوب آمد پایین دیگه، پاش به زمین میرسید، گفت خدایا اصلا مگر تو به روغن ملکی نیاز داره؟ چیه کنه روغن ملکی ها؟ من چک و اولاد داریم، تو که الله الصمد لم یلد ولم یولدی. پاشو گذاشت زمین، یه میخی رفت تو پاش، از اون طرف در آمد با ناراحتی، گفت خدایا تو کی ظرف تو فرستادی که من روغناتو ندادم؟ این بلا به سرم اومد. حالا همینطوریست، تا زمان تو مشکلات قرار میگیریم، بی پولی میاد دعا میکنیم، الله الله میگیم، وقتی مشکل ما حل شد هم خدا رو فراموش میکنیم، همه رو. بسیار مواظب باشیم برادران، زکات مال رو بپردازیم.
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از وفات رسول الله یک گروهی بلند شد مانعین زکات شدن، گفت ما زکات نمیدیم. حضرت ابوبکر اعلان جنگ و جهاد کرد، خلیفه بلافاصله رسول الله. حضرت عمر فرمود ای ابوبکر آیا با اینها میجنگی در حالی که کلمه رو میخونن مسلمانن؟ گفت والله لو منعونی عقالا كانوا يعدونه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم لقاتلتهم. به خدا قسم اگر ریسمانی و تنابی که در راه خدا زکات میدادن در زمان رسول الله اگر امروز ندن من با اونها جهاد میکنم و میجنگم. تو دم صدق ابوبکر میزنی این وضعیت توست؟ تو دستای زن و بچه همون طلاها آمده تا بالا، خبر نداره که اینا اخگرهای آتشی روز قیامت خواهند شد؟ چه زیب و زینتی، چه طلایی، چه مالی که بال بشه ارزش داره، نه مالی که وبال و عذاب بشه. عشق به دنیا چه بندی دل در این دنیا که چندین روز مهمانی، چون ناگه مرگ پیش آید خوری آن دم پشیمانی. خلیل الله کجا رفته و روح الله کجا رفته، کجا شد سرور عالم رسول الله کجا رفته. چرا ای بنده خاکی به سوی ما نمی آیی، به هر صبح و به هر شامی به سوی رب نمی آیی. ناگاه بود که از این جهانت ببرن، که از حلقه جمع دوستانت ببرن، غافل منشین زمانت ببرن، گر تو نروی کشانت ببرن. یه لحظه فرصت بهت نمیده که بذار مال تو زکاتشو بدی، به بچه‌هات وصیت بکنی، نه بابا با موتور میری میبینی جنازه تو برگردوندن، هیچی نداری توهی و خالی با عالمی از گناه و معصیت. چطور میخوام پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر بشی؟ دومین عامل دینگریزی توجه به مظاهر دنیوی و دل دادن بیش از حد به دنیا. درود شریف بخوانید. سومین عامل تهاجم فرهنگی است. سومین عامل دینگریزی تهاجم فرهنگی است. سیریای مبتذل، به خصوص شما که در مرز قرار دارید، امروز دنیای غرب دختران خودشون لخت مادرزاد میارن جای فیلم ها، جای دوربین ها. پول میخوان؟ نه بابا اونها نیاز به پول ندارن. ثروت ندارن که دارن، اقتصاد ندارن که دارن، پس چی میخوان؟ دخترانشون میارن. اونها میخوان انتقام فرزندان خودشون رو در بنی قریظه و در خیبر بگیرن. اونها میخوان حرارت آتش ایمان را در وجود جوان ما خاموش بکنه. اونها میخوان محبت رسول الله رو بگیره، جوان 100 تا سخنرانی گوش کنه، وقتی بره یه فیلم مبتذل و سوپر و سیکس رو تماشا بکنه همه رو زده به آتش و همه رو از بین برده. سیدی های مبتذل، رواج بی‌حجابی، اعتیاد، این کادوی استعمار. نگذارید در وجود جوان بیاد. آی جوان، اگر بی نمازی، اگر خدایی نکرده نسبت به مسائل بی توجهی، ولی اعتیاد چیزی که غیرت و شهامت و شرف و مجد رو از انسان میگیره، انسان رو بی هویت میکنه. کادوی استعمار. مواظب باشید، اینترنت آمده با همه مفاسدش. جوونا ازم سوال میکنن جناب فلانی ما همش دلمون میخواد طاعت و عبادت کنیم ولی نمیتونیم، دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش همینه که داعیه های شیطان زیاد شده و داعیه های دین خیلی کم و کم رنگ. طرف حاضر نیست و لازم نیست الان بره به بانکوک آمده تو دستش و تو جیبش به نام موبایل دیگه. بانکوک آمده تو جیب. زن رقاصه هست، همیرا و هایده و شکیلا و کیکیک هم که هست، فیلم های سوپر و نمیدونم ارجی مرجی و یلری تلری هم که هست، موسیقی هم که هست. برای اینکه دل مولانا و مفتی صاحب خوش کنه چند تا
کلیپ سخنرانی هم توش میگذاره به اصطلاح. این شده وضعیت ما. طرف با اینترنت 1000 تا مفاسد و جوان ما رو بهویت کرده. بابا چیکار میکنه؟ اتاق مخصوص برای پسر آقا، اتاق مخصوص برای دختر خانم، اتاق مخصوص برای اون، چند تا کامپیوتر تو این، یک کامپیوتر تو این، تلفن و موبایل هم همراهش، خبر نداره که این چه کار داره میکنه. وقتی خبر میشه که بچهش گوشه خیابون افتاده، معتاد بسترش لای پاهاش و دخترش حیثیت و ناموس و شرف خودش رو به حراج گذاشته. بسیار دیدیم از اونها، بسیار شکایت میکنه از این وضعیت. طرف با اینترنت چت میکنه. آقای دکتر هورایی از مشهد میگفت که یک دختر خانومی، یک آقایی با خانمش با من خیلی ارتباط داشتن. آقای کارگردان فیلم‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم هست. میگفت که زنش یه روز آمد زیر گریه کرده، اینا با هم دیگه خیلی خوبم بودن ها، زد زیر گریه، زد داد و فغان، فلانی منو دریاب. به دکتر هورایی میگفت. گفتم چی شده؟ گفت شوهرم با من خوب بوده، رفته به عنوان کارگردان بازیگرا رو انتخاب میکنه، فیلمی بسیار مقدس به اصطلاح خودشون به نام فیلم امام زمان میخواستن تهیه کنن. تو همین فیلم امام زمان با این دخترها ور میره، شوهر من اسیر یه دختر خانمی میشن. بعد روابطشون با همدیگر نزدیک و به جایی کار میرسه که نباید برسه. حالا من انداخته گوشه خیابون به یک دختری که آمده به اصطلاح فیلم مقدس امام زمانم درست کنه. به اصطلاح خیلی روح امام زمان شاد میشه ماشاءالله. این عوامل فساد دیگه، بی‌حجابی است. بله معلومه کارگردان وقتی بیاد به دختر خانم بگه ابرواتو اینطور کن عزیزم، لباتو اینطور سرخ کن، ماتیک بزن، پشت چشماتم مثل چشمای قورباغه سبز کن، خب معلومه که دیگه این جذابیت به کجا میرسه. فیلم امام زمان که هیچه، فیلم رسول الله رو درست بکنه کلکش کنده است. از جوونی دیگه جناب مولانا معذرت میخوام، یک جوونی با یه دختر خانومی با هم دیگر چت میکردن، بعد عاشق شدن، گفت با هم قرار بذاریم. گفت کجا؟ گفت سر فلان خیابون، چهارراه پارک فلان. گفت نشونی چیه؟ دختره گفت که من 5 کیلو پرتقال توی پلاستیک سیاه به دستم میگیرم، سر چهارراه وای میستم، بیای اونجا ساعت 2 بعد از ظهر. این بنده خدا ساعت 2 بعد از ظهر رفت اونجا، دختره و پلاستیک پرتقال هم به دستش گرفت، همونجا آویزان بود، به قول شماها لنجان بود به دستش. ایستاد 2 ساعت شد، 3 ساعت شد، نیامد. خدایا چی شد چرا نیامد؟ دوره برش نگاه کرد، دید بابا 60-70 تا دختر پرتغال به دست اینجا ایستادن، همه منتظر جوونا. او آمده یک پرتغال به دست و سوار کرده و یالا دیگه. این وضعیت جهان امروز، این وضعیت تهاجم فرهنگی است. های جوان مواظب باش، حیثیت تو رو لکه‌دار نکنه. این سیدی های مبتذل به خدا روح روان رو افسرده میکنه. جوان ما رو بزدل و ترسو و بی اراده و ضعیف و ناتوان و پست و ذلیل و زبون بار میاره. اون شجاعت عمری دیگه تو بازو نیست، اون شجاعت حیدری دیگه وجود نداره، میره زیر صفر، 17 منفی قرار میگیره. جلوی این تهاجم فرهنگی وایستیم، جلوی فیلم های مبتذل. این 3 من دیگه باید سریع بگذارم که دیگه گلوم و حنجرم فشار آمده. چهارمی مسائل عدم ارتباط علما و جووناست. این خیلی خطرناکه. من خودم مقصر میدونم. چه دلیل داره که امروز جوان ما خجالت میکشه پیش عالم بیاد؟ بله، چرا علما، معذرت میخوام جناب مفتی صاحب، قطعا ایشون با علما با جوونا ارتباطشون موثق و وثیق و عمیق هست که این همه جوون امروز اینجا جمع کردن. امروز جوون ما به مسجد که میاد احساس ذلت میکنه، وقتی پیش عالم میاد خجالت. چرا خجالت بکشی؟ تو درد دل تو باید به ما بگی. قاضی و دادگاه و فلان مشکل رو حل نمیکنه. جوانای اون زمان کوچکترین مشکلی داشتن میرفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت حنظله کنار رسول الله میاد تو زندگیش یه مقداری
یه مقداری نسبت به دنیا متمایل میشه، ناگهان میگه نافق حنظله، نافق حنظله، حنظله منافق شد، حنظله منافق شد، بدو میره پیش رسول الله. ابوبکر میبینه حنظله رو، میگه کجا میری؟ میگه منافق شدم. میگه چرا؟ میگه ما وقتی پیش رسول الله هستیم، تو مسجد النبی هستیم، ایمان ما میشه روی 180 درجه، وقتی میای خونه مقداری کاسته میشه. گفت اگر اونطور باشه پس ابوبکر منافقه. نعوذ بالله. بریم پیش دکتر و پزشک قلب ها، پزشک روحانی مسلمین، حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. آمدن پیش آن حضرت، پیامبر خدا فرمودن نه اینطور نیست. راهنماییشون کرد، تسلی خاطر داد. امروز جوون ما چی شده که پیش علما نمیان؟ و متاسفانه چرا علما تو جوونها نمیان؟ میان درد دل جوونه بپرسن مشکل چیه جوون؟ چرا به مسجد نمیای؟ چرا مسجد رو فقط مال پیرمردا گذاشتی؟ چرا مسجد و محلی فقط برای رای دادن و کوپن گرفتن و مرده اعلان کردن و گم شده اعلان کردن شده امروز مسجد ما؟ مساجد ما امروز فقط محلی برای عبادت نیست دیگه، برای هر کاری هست. اگر برای عبادت هم هست، چند تا پیرمردی که دیگه صبح به صبح اسرائیل در خونش زنگ میزنه میگه بیا سوار شو، از این پیرمرداست. جوونا دیگه نیست. اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. پیامبر میفرماید وقتی که جوونی رو دیدید که شما برفتن به مسجد عادت داره، گواهی بدید که اهل ایمانه. رفیق صالح، دوست باب، ارتباط با علما، حقایق رو از علما پرسیدن، اینها وظیفه شماست. علما رو کار ببندید. علما مثل آبن، خیز و این دریا به جوی خیش بند. یک زمان خود را به دریا در فکن، تا روان رفته باز آید به تن. ای برادر جز به راه حق مرو، ناامید از رحمت عامی مشو. تو ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعاع آفتاب مصطفی است. مولانا نظام الدین خودشون شعاع آفتاب رسول الله هن. علما به منزله خورشیدن. تو چشماتو ببندی خورشید ضرر نمیکنه، گرچه که خورشید کارش نور دادنه، خورشیدم باید نور بده. من باید اگر علمی دارم برسونم، حقایقو بگم. برای گفتن حق علما نباید کتمان کنن، بیان تو صحنه واقعیتو به جوانها بگن. امروز چرا جوان ما در مورد عایشه نفهمه که مجله سبز خانواده جهنمی به حضرت عایشه اهانت کنه؟ اون موقع عالم ما زیپی بنده که آقا مصلحت نیست، آقا مصلحت نیست. خدا این مصلحت رو بسوزانه. این چه مصلحتی؟ اگه امروز کسی به مادر من، به مادر تو اهانت بکنه، غیرت بلوچی و غیرت انسانی حرکت میکنه، مش میزنی تو دهانش که چرا مادرمو دشنام داری، ولی به مادر مؤمنان و به زن رسول الله اهانت میشه. زیپ و کشیدی مصلحت نیست. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. عمری که گریه میکرد که مبادا گوسفند ایرانی بیفته و دست پاش بشکنه، اگر مورد اهانتی و بی حرمتی قرار بگیره. امروز کسی خیالش نیست. ما را به عمر چی؟ بگیم اینها رو. ما نمیگیم کسی سر جنگ برداره، نه، برسونیم. باید شناخت دین داشته باشیم و شناخت صحابه. ارتباطتون با علما و مساجد زیاد باشه. جوونا بیاد پیش مولانا، برید پیش علما، خواسته و درد دلتون رو بگید. و آخرین مسئله و مشکل مسائل اقتصادی است. مسائل اقتصادی منظورم عدم قناعت و دوم اشتغال زایی است که این برمیگرده به مسئولان که باید اشتغال زایی رو در سطح ایران به صورت شفاف و با عدالت کامل اشتغال زایی بشه. جوانان اهل سنت هم باید کار گرفته بشن، مسائل شغلی برای آنها فراهم بشه. نباید برای سد بیشین از تهران و از زابل و از کجا و کجا نیرو بیارن، در حالی که بهترین نیروهای بالقوه اینجا وجود داره که میتونن خودشون اداره بکنن. باید از نیروهای بومی کار گرفته بشه، نه
نگذارن خدایی نکرده جوونی به خاطر اینکه سنی هست از بسیاری از مزایا بیفته که انشالله اینطوری هم نیست. بنابراین من بیش از این دیگه مصدی اوقات شما نمیشم جوانای عزیز. خیلی حرف داشتم که بهتون بگم، ولی از یک طرف فرصت محدوده و ما مسافرت داریم به سوی جلو و از طرفی دیگر دیگه حضرت مولانا تشریف دارند و ما در محضر ایشون واقعا تا همین حدم گستاخی کردیم. اما اینجوری دیگه راحت شما رو ول نمی کنم. چند تا قول مردانه میگیریم از هم دیگر، بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و ما هم از اینجا میریم. اون جوانایی که انشالله حاضرید قول بدید، حاضرید که انشالله یه قول عمرگونه ها که سرت بره ولی قولت نره. قول زنانه نه، زن ما دیگه این تو مجلس ما زن نیست. جوانایی که انشالله قول میدن از امروز به بعد به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نماز فرضشون رو قضا نکنن، دستا رو برن بالا انشالله. خوب بالا انشالله. ماشاءالله قول دادیدا. اونهایی که زکات مالشون رو، اولا جوانایی که طلا دارن، طلا برای مرد حرامه ها، مال زناست. ابرو برداشتن مال زناست. این کارهای زنانگی رو بگذارید. شما مردید ماشاءالله، قول مردانم میدید. اونهایی که طلا دارن طلاهاشون رو در بیارن، و اونهایی که زکات مالشون رو تا امروز ندادن همین امشب برن تصفیه حساب بکنن و زکات مالشون رو در کنن، انشالله دستا رو برن بالا. چقدر دستا بعضی اینطوریه. اراده که داری زکات مالتون رو بدین انشالله. بالا ترین قبول نشد. انشالله خداوند قبول بکنه. سوم، جوانایی که قول میدن ارتباطشون رو با علما زیاد کنن و از این به بعد برن دنبال مسائل فقهی، دستا رو برن بالا انشالله. چند نفرن؟ اون مسئله پول داشتن بود، پول دادن بود، دستا بعضی پایین بود. و آخرین مسئله، اونهایی که قول میدن جلوی بی‌حجابی، بی‌عفتی، ساز و سرنا، سیدی های مبتذل، تریاک و هیروئین و اعتیاد رو بگیرن تا جایی که میتونن جلوگیری بکنن، دستا بالا انشالله. موفق و مؤید، پیروز و سربلند باشید. از خدای متعال عزت و سرافرازی رو برای همه شما عزیزان مسئلت میکنم. بسیار خوشحال شدم شما رو ملاقات کردم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تکبیر.